دیگه کسی پیدا نمی شود که این داستان را نداند. در سال 1933 میلادی یک کشتی غول پیکر به نام تایتانیک غرق می شود و می رود زیر دریا. تایتانیک کشتی بود که خیلی چیزهایش برای اولین بار بود. یکی بسیار مجلل بودنش، البته نه همش، ولی درجه اولش. یک چیز دیگهش که در اون زمان خیلی مهم بود استفاده از فولاد بود که اجازه داده بود یک همچین هیولایی ساخته شود. در 10 آپریل 1933 تایتانیک یک بخش مسافرانش را از ساوثهامپتون انگلیس سوار می کند و می رود به سمت شمال فرانسه. یک بخش دیگر مسافرانش را سوار می کند و در نهایت می رود به ایرلند که پر شود. بعد از اونجا حرکت می کند به طرف نیویورک. 2200 تن در این کشتی سوار هستند که 1300 تایشان فقط پرسنل این کشتی و 900 تایشان هم مسافر هستند. حرکت این کشتی که در اقیانوس شروع می شود، مرتب برایشان تلگراف می زدند که مواظب کوههای یخ باشند، چون وسط بهار است و از نقاط شمال اقیانوس وقت عبور می کند کوههای یخ فراوان است. منتها امروز کشتی ها رادار دارند و خیلی راحت اینها را رد می کنند، اما در سال 1933 میلادی تایتانیک رادار نداشت و 2 نفر را گذاشته بودند بالای برج دیدبانی و می گفتند مسیر را قشنگ نگاه کنین، اگر کوه یخ دیدین بگوین. اون 2 نفر بالای برج بودند، یک چراغ کوچک هم نداشتند، چی برسد به یک دوربین مجهز داشته باشند. ساعت 11:40 شب وقت کشتی به آخرین سرعتش حرکت میکند، 2 نفر که بالای برج اند یک دفعه میبینند یک کوه یخ روبرویشان است. دیگه فرصت این که به کشتی بگن مسیر را عوض کن وقت نداشتند. سمت راست کشتی مالیده میشود و کوه یخ و رد میشود. اما چه رد شدنی! سر تا سر بغل کشتی صدای ناخوشایند میدهد. کاش که دیدبان آنها اصلا کوه یخ را نمی دیدند، چون در اون صورت دیگر نمی گفتند برو به چپ. کشتی مستقیم می کوبید و کوه یخ جلوش آسیب می دید، اما دیگه غرق نمی شد، روی آب متوقف می شد. مهندسان همون زمان گفتند اگر این کار را کرده بود دماغ کشتی طاقتش را داشت که له شود ولی کشتی غرق نشود. مهندسای کشتی فکر اینجاشو نکرده بودند که این کشتی باید به اندازه مسافرانش که داخلش است کشتی نجات داشته باشد. روی این کشتی فقط 20 کشتی نجات بود و ظرفیت این کشتی ها فقط 1178 نفر بودند. در این صورت که 2200 مسافر داخل کشتی بودند، در هر دو صورت مسائل پیش آمد که از ظرفیت کامل این کشتی ها استفاده نشد. اون فقط 705 مسافر را سوار کردند و حدود 1500 تنشان هم روی کشتی باقی ماندند و با کشتی غرق شدند. آب یخ شمال اقیانوس اطلس که چند دقیقه بیشتر نمیذارد انسان زنده بماند. این داستان را شنیدید، قبلا هم حتما شنیدید یا شاید فیلمش را دیده باشید، اما پیرامون این کشتی چند تا تئوری توطئه وجود دارد که اصلا این داستان را قبول ندارند. اگر خواستین تئوری توطئه این کشتی را بفهمین منتظر ویدیوی بعدی باشین. اگر از این ویدیو خوشتان آمد چنل ما را سابسکرایب کنین و لایک و شیر حتما از یادتان نرود. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.